به من میگی بی انصاف بازار ما دلالت تو بازار داری خراب میکنی؟ من کشاورزی همه دارم زحمت میکشه که انجیر رو به قیمت 200 تومن بفروشم. از من میخوای ملت انجیر بخرین یه پول واسطه نمیخواین بیدین ملت. آگاه باشین ملت. اگر یه انجیر میخوای برای من فلان بکن عدد 8 تا برام بفرست. ای خدا 600 تا پول نبیده کیلو انجیر. وقتی به همه پول میتونی 2-3 کیلو انجیر به من بخری. همون دلالی که به حساب انجیر گیرونه تو میفروشه از من ارزون خریده. این انجیر داریم میدیم 238 تومن. این انجیر روشن هم داریم، این انجیر آردی هم داریم میدیم 238 تومن. به حمایت من این پستو بفرست برای همشهریات رفیقات. اگر انجیرم از من بخوای عدد 8 هم برام بفرست.